دمپایی داری؟ چیزا اینجا رو این ایران درست کنیم بفروشیم، نه یه 4 تا یه قالب دمپایی، یه پره با 4 تا همین آهن دیگه خوشگل درست. عقل دارم مردم. پسر قدیر خرس قطبی نگاهیده باشی شیرمرد، میخورم شما را. قشنگ هست. دمپایی رو دیدی؟ بچه خرس استرسی رو دیدی؟ خب بله اون جلسه رو که ببین جناب آقای رحمتی، من به شما گفته بودم اون جلسه که با اون 2 تا خرس داشتیم، به شما گفتم اون خرس کونکش با این خرس زیاد چلو بکنید در کونی شما رو آقایون متحد لگت میزنم با این اینا. آجی از فردا از اینا تو خیابون با دوشیم به نشانه اعتراض.